خب خسته نباشین، واقعا لذت بردیم از صحبتایی که تا الان شد. ممنون خانم دکتر فیروزه رئیسی تشریف آوردن، در خدمتشون خواهیم بود. قبلش میخوام که معرفی کوتاهی از ایشون داشته باشم. خانم دکتر مؤسس و مدیر فلوشیپ سکسولوژی برای اولین بار در ایران هستند. مدیر کلینیک تخصصی سکسولوژی بیمارستان روزبه و بیمارستان امام خمینی، عضو هیئت علمی بورد روانپزشکی، عضو کمیته سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی و انجمن علمی روانپزشکان و پزشک نمونه با بیش از 100 مقاله علمی نمایش شده در مجلات معتبر هستند. با افتخار و احترام در خدمتشون خواهیم بود در مورد موضوع نقش تصویر بدنی در زندگی زنان. باش. خیلی بزن کردم همیشه جلو عقبش هم به این میگیر چجوری باید جلو عقب ببرم؟ اینو میزنی با این نمیره، با این میره دیگه. بخواد برگرده عقب. مرسی. به نام خدا، با عرض سلام و صبح خیر خدمت اساتید عزیزم. خیلی ممنون از دعوت خانم دکتر خمسه. خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم. خوشحالم از دیدن عزیزان، از جمله سرکار خانم دکتر موتابی عزیز. مبحثی رو که من در خدمتتون هستم و ارائه میدم راجع به نقش بادی ایمیج و اهمیتش در زنان هست. ابتدای تعریفی از بادی ایمیج من لازمه که ارائه بدم. در واقع بادی ایمیج اینه که فرد راجع به بدن خودش، سایزش، شیپش چی فکر میکنه، چی حس میکنه و بر اون اساس چه رفتاری داره. بنابراین بر اساس این تعریف در واقع ما 3 جزء اصلی برای بادی ایمیج قائل هستیم. یه جزء پرسپچوال، یه جزء کاگنیتیو افکتیو و یه جزء بیهیورال. پرسپچواله در واقع همینه که من راجع به بدنم چی فکر میکنم، سایزش رو، شیپش رو چطور میبینم و چقدر اون رو اترکتیو میدونم و یا نه. جزء کاگنیتیو افکتیو افکار و احساساتیه که راجبش دارم و جزء بیهیورال اون اقدامات و رفتارهاییه که در واقع متعاقب این در واقع پرسپتی که انجام میدم دارم. تعریف دیگه‌ای که راجب باز بادی ایمیج هست، یه بخشیش تأکید میکنه روی این که به ویژه این بادی ایمیج توی زنها اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون توی مدل ترادیشنال و جوامع سنتی معمولاً زنها دیده شدن و
به نوعی به عنوان یک آبجکت در نظر گرفته شدن و این باعث میشه که اهمیت بادی ایمیج توی جنس زن بیشتر از جنس مرد باشه. گویا و این به نوعی نهادینه شده، اینکه دیگران من رو چطور دارن نگاه میکنن، اینکه دیگران به من راجع به من چی فکر میکنن و گویا افراد به نوعی یه ایمجینری آدینس گاهی دارن که در هر لحظه داره اونها رو چک میکنه و قضاوتشون میکنه و قابل انتظاره که این یه لوپ منفی رو میتونه تشکیل بشه و فرد به مرور سلف کریتیسیزم داشته باشه، بخواد یه رفتارهای جبرانی انجام بده. از دید سوشال ساینس بادی ایمیج رو اصلا یک پدیده اجتماعی میدونن و میگن که در واقع این بیوتی نورم ها توسط جامعه تعیین میشه و توش مدیا خیلی نقش مهمی ایفا میکنه و همچنین جندر رول هایی که جامعه به یک زن یا به یک مرد میده توی اون در واقع بادی ایمیجش تأثیر میذاره و برای همینه که اون رو خیلی المانهای اجتماعیش رو پررنگ میدونن. قاعدتاً بادی ایمیج میتونه مثبت یا منفی باشه. اگر کسی حس مثبتی راجع به جنسیت و بدن خودش داشته باشه، قابل انتظاره که سلف استیم بهتری داره، سلف اکسپتنسش بالاتره، لایف استایل بیهیویراش ادپتیو تر هستن و سوشال و آکادمیک پرفورمنس هاش هم بالاتره. در حالی که اگر دیسساتیسفکشن وجود داشته باشه، ممکنه همراه باشه با پایین اومدن سلف استیم، علائم افسردگی، سکشوال دیسفانکشن، بادی دیسمورفیک دیزوردر و رفتارهای در واقع ناسالم و نهایتاً کیفیت زندگی پایین تر بیاد. ولی چه عواملی در شکل گیری بادی ایمیج تأثیر داره؟ به نظر میاد که هم عوامل فردی و پرسونال توش تأثیر داره. توی این عوامل مربوط به خود فرد ایندیویدوال هم پرسونالیتی تریت ها تو بادی ایمیج اثر گذارن، هم فیزیکال فاکتور ها. برای مثال دیده شده که افرادی که شخصیت های خجالتی، ناایمن یا پسیمستیک دارن یا مکانیزم های دفاعیشون ایمچور و فراجایله و در مقابل البته افرادی که خیلی پرفکشنیست هستن و سلف بلیم بالایی دارن، احتمال اینکه بادی دیسساتیسفکشن داشته باشن بیشتره. همچنین به نظر میاد که فیزیکال فاکتورها هم تو شکلگیری بادی ایمیج تأثیر داره. برای مثال رابطه‌ای بین بادی مس ایندکس و بادی ایمیج پیدا کردن. همچنین فردی که یه لاسی داره و با افزایش سن، اینها همگی در واقع پرون میکنه فرد رو به بادی دیسساتیسفکشن. در کنار عوامل ایندیویدوال، فامیلی رول رو هم ما باید بهش بپردازیم. اون چیزی که خیلی تاثیرگذاره رو شکل‌گیری بادی ایمیج اینه که والدین چه نگرشی راجع به اون کودک داشتن وقتی در مراحل اولیه‌اش بوده. شاید یکی از توصیه هایی که میشه که والدین فرزند خودشون رو لمس کنن، ماساژ بدن، یه بخشش برای اینه که این رابطه، این احساس خوب از تن برقرار بشه که چقدر میتونه ارتباط داشته باشه با در واقع حسای منتال. از عوامل دیگه مؤثر در بادی ایمیج پیر گروپ هستن. خیلی وقتا افراد تحت تاثیر گروه همتاشون در واقع تصمیم میگیرن که شبیه اونها باشن و پیر گروپ کاملا رو بادی ایمیج میتونه اثرگذار باشه و شاید یکی از عوامل بسیار مهم مدیا هست.
مدیا به ما دقیقاً انگار رول مدل بوده، بیوتی استانداردها رو تعیین میکنه و با توجه به منافع مالی که براشون هم داره قابل انتظاره که اون بیوتی استانداردها میتونه یک کلیشه خاصی رو تبعیت کنه. بنابراین به طور خلاصه عوامل مختلف بیولوژیک، سایکولوژیک، اینترپرسونال، فامیلی و سوشوکالچرال تاثیرگذاره برای شکل‌گیری بادی ایمیج. و اما در کنار بادی ایمیج صحبت وقتی از بادی ایمیج میشه قابل انتظاره که راجع به بادی دیسساتیسفکشن هم لازمه که صحبت بشه. اون چیزی که آزاردهنده است و مشکل سازه معمولاً وقتیه که بادی ایمیج با حس خوبی همراه نیست. بادی دیسساتیسفکشن به طور خلاصه یعنی اینکه یه تفاوتی بین در واقع current image و ideal image فرد وجود داره. این چیزی که الان هست و اون چیزی که دوست داره فرد باشه. بادی دیسساتیسفکشن هم 3 جزء پرسپچوال، ایموشنال و کاگنیتیو داره و بادی دیسساتیسفکشن هم در واقع تو یک اسپکتروم از مایلد، مودریت تا سیویر در واقع میتونه تو این اسپکتروم قرار بگیره و خود بادی دیسساتیسفکشن اختلال محسوب نمیشه ولی میتونه زمینه ساز اختلالاتی مثل ایتینگ دیزوردرها و بادی دیسمورفیک دیزوردر باشه. شیوع بادی دیسساتیسفکشن تو مطالعات مختلف کمی متفاوت بوده ولی تقریبا تو همه مطالعات نشون داده شده که بادی دیسساتیسفکشن شیوع قابل ملاحظه‌ای داره. توی مطالعه‌ای که تو استرالیا انجام شده رو بیش از 5000 زن دیدن که نزدیک به 87% اونها به نوعی از بدن خودشون ناراضی هستند و حدود 35% بیش از 1/3 نارضایتیشون متوسط تا شدید بوده. باز هم مطالعات نشون میده که بادی دیسساتیسفکشن به مرور زمان بیشتر شده و در 30 سال اخیر سیر صعودی داشته و به ویژه در زنها شیوعش بیشتر از مرد هاست. خب قابل انتظاره که بادی دیسساتیسفکشن یک کانسیکوئنس هایی رو به همراه داره. از جمله کانسیکوئنس های بادی دیسساتیسفکشن اینه که فرد میخواد اون شیپش رو، بادیش رو شبیه اون چیزی که ایدئالش هست بکنه. قابل انتظاره که پس میاد از پروداکت های استفاده میکنه که این اتفاق بیفته. حالا میتونه از نوع تغذیه باشه، نوع پوشش باشه و یا امثال هم. و اما باز هم در واقع بادی دیسساتیسفکشن میتونه همراه باشه با نوع عادات غذایی که بعضن عادات غذایی مضری قابل انتظاره که باشن و انجام و در فرم انتهاییش درخواست برای کاسمتیک سرجری ها، جراحی های زیبایی. باز هم از کانسیکوئنس های بادی دیسساتیسفکشن سلف استیم پایین هست، سلف اکسپتنس پایین هست. دیده شده که افرادی که بادی ایمیج خوبی ندارن احتمال اینکه مورد سکشوال هراسمنت و سکشوال ابیوز قرار بگیرن بیشتره. همچنین افرادی که بادی ایمیج خوبی ندارن دیده شده که احتمال اینکه نقش‌های سابوردینیت و موتی و رو داشته باشن در مقابل نقش‌هایی که نقش در واقع اکتیوی هست باز هم بیشتر. و اما از پیامدهای بادی دیسساتیسفکشن یا فرم شدید بادی دیسساتیسفکشن بادی دیسمورفیک دیزوردره که خب یک اختلال روانپزشکیه که
در واقع این دیسترس و نارضایتی از بادی ایمیج توش خیلی شدیدتره، مشغله ذهنی باهاش خیلی بیشتره، هرچند شیوعش شاید در حد 2-3% جمعیت عمومیه، ولی همین گروه کم درصد زیادیشون به دنبال جراحی‌های زیبایی هستند. گفته میشه که از 33 تا 75%، 76%شون به دنبال جراحی‌های زیبایی هستند. بنابراین در واقع تو گروهی که به مراجعه میکنن برای کاسمتیک سرجری ها، این مشکل قطعاً بیشتر از این هست که قابل انتظاره که این جزو کنترااندیکاسیون های اعمال جراحی زیباییه، چون اینها غالباً با اون اعمال ها رضایت ندارن. باز هم از اختلالات دیگه‌ای که ممکنه همراه باشه با بادی دیسساتیسفکشن، عادات غذایی غلطه. یکی از مارکرهای مهم بادی دیسساتیسفکشن اصلا گفته میشه تمایل برای لاغر بودنه. یکی از مارکرهایی که میسنجن که فرد چقدر دوست نسبت به بادی ایمیجش احساس راحتی میکنه یا نه، در واقع درایو فور تیننس هست. دیده شده که در دخترها از 6 سالگی این تمایلات به حدی وجود داره و باز هم دیده شده تو مطالعات که شاید حدود 90% زنها لااقل زمانی از طول عمر خودشون تحت رژیم‌های غذایی بودن به خاطر نارضایتی از بادی ایمیجشون و شیوع خود ایتینگ دیزوردر، اختلالات خوردن مثل آنورکسیا و بولیمیا 6 تا 8 برابر تو جنس زن بیشتره و کلاً رژیم گرفتن رو توی باز هم تو جنس زن بیشتر میدونن. یه بخشش مال اینه که میگن زنها بادی دیسساتیسفکشن توشون شیوع بیشتری داره، چون خودشون رو به عنوان آبجکت بیشتر میبینن و فوکوسشون روی جنسشون بیشتره و اصلا رژیم رو یک نوعی طبق بعضی از تعاریف رفتار زنانه میگن. همطور که عرض کردم متعاقب این بادی ایمیج، بادی دیسساتیسفکشن در واقع ممکنه که بادی شیم اتفاق بیفته، احساس شرم از نسبت به بدن و خب
و اما در ایران به نظر میاد شاید نوع در واقع بادی دیساتیسفکشن به خاطر نوع پوشش کمی متفاوت باشه، ولی باز هم در خیلی از این قضیه مدیا نقش خیلی پررنگی داره. حتی در واقع در مدیا در کشور ما هم عمدتاً افرادی که باهوشن، افرادی که موفقن، همگی جوان، زیبا و خوش‌اندامن و قابل انتظاره که این تأثیر میگذاره روی مخاطب و روی تصمیماتی که برای اصلاح بدنش، برای نوع پوشش، نوع تغذیه، رفتارهاش و یا احیانا جراحی هایی که میگیره. دو تا مطالعه رو من اشاره کوتاه کنم. یه مطالعه که روی 1200 نفر بررسی شده بودن سال 2011، البته یکم قدیمیه، تو کشور ما حدود 1/3 بادی دیساتیسفکشن داشتن. اینا مال سن بالایی 18 سالن. و مطالعه دیگه ای که توی سن 12 تا 17 ساله ها انجام شده بود، 1/4 بادی دیساتیسفکشن داشتن و قابل انتظاره که اینها پرون هستن به مشکلاتی رو که خدمتتون عرض کردم. اما ارتباط بادی ایمیج، بادی دیساتیسفکشن و اجزای مهم دیگر رو من یه مرور کوتاه داشته باشم. یکی از اونها ارتباطی که با جندر آیدنتیتی یا هویت جنسیتی داره. قابل انتظاره که هویت جنسیتی افراد در قالب موارد مطابق با جنسیت بعد به تولدشونه، ولی خب ما اقلیتی رو داریم که علیرغم اینکه مثلا جنسیت بعد به تولدشون زن هست ولی ناراضی‌اند از جنسیتشون. و توی این گروه کلاً توی اقلیت‌ها گفته میشه که یه سنترال کور و علامت اصلی بادی دیساتیسفکشنه. اصلا جزء در واقع ارزیابی هایی که ما میخوایم کنیم و اهمیت داره که این رو بتونیم به درستی تشخیص بگذاریم هم مسئله بادی دیساتیسفکشنه. پس میبینیم که بادی ایمیج میتونه به طور خیلی گسترده تری حتی روی در واقع آیدنتیتی ما تاثیرگذار باشه. این مسئله البته بحثش فکر میکنم نیاز به یک جلسه مجزایی داره، چون بحث این جلسه قرار بود که بیشتر متمرکز روی گروه زنان باشه. من از این قسمت میگذرم. مسئله مهم دیگه رابطه جندر رول و بادی ایمیجه. گفته میشه که نقش‌های جنسیتی مردها عمدتاً نقش‌هایی که نقش لیدرن، علیرغم اتفاقاتی که تو جامعه افتاده، تغییراتی که پیش اومده و تو غرب هم همینطور، ولی هنوز عمدتاً نقش‌های لیدرشپ چه تو زمینه اقتصاد، سیاست و غیره به عهده مردهاست و این باعث میشه که در واقع اونها به جهت اجتماعی معمولاً شرایط بالاتری رو های استاتوس پوزیشن دارن و اینجا اون وقت قابل انتظاره که زنها در نقطه مقابل نقششون عمدتاً دیپندنت باشه برای اینکه به اون لیدر نزدیکتر بشن و یکی از راه‌ها اون وقت استفاده از بدن هست و بنابراین خود این نقش‌های اجتماعی این تمرکز روی بادی و بادی ایمیج رو توی زنها میتونه اضافه کنه. همچنین نکته مهم دیگه باز اینه که نقش‌هایی که توی مردها ازشون انتظار میره، نقش‌هایی که انتظار میره اونها قدرتمند باشن، کنترلر باشن، دامیننت باشن، در حالی که باز به جهت اجتماعی جندر رولی که برای زنها انتظار میره اینه که انگار تا یه حدی مطیع و فرمانبر و
اصلا پارسارم اضافه کنم. و این خودش باز روی در واقع بادی ایمیج تاثیر میذاره. انگار نقش‌های مردونه‌ای که انتظار میره یک مرد داشته باشه، اونها رو بیشتر پرون میکنه به اینکه مسکولار باشن و یا خیلی اینتلیجنت باشن، در حالی که توی زنها هنوز علیرغم تفاوت‌هایی که نسبت به قبل اتفاق افتاده، ولی هنوز این که بدنشون زیبا باشه مسئله مهمیه. و در رابطه جنسی هم به طور روتین در واقع رابطه‌ای که اتفاق میفته توش مردها نقش اکتیو رو دارن. به طور روتین رابطه سکشوال اصلا شاید ذاتش به نوعی توش مرد اکتیویتی بیشتری داره و زن اکتیویتیش کمتره. مثلا المان‌هایی که یک سکشوال ریلیشن قوی رو توی مرد نشون میده به فرض ایرکشنش هست و این ایرکشن چیزیه که مشهوده و کاملا فیزیکال هست، در حالی که مال زن یه مقدار انتظاری که میره سداکتیو بودنه و شاید ناخواسته طبیعت این نقش رو داده که انگار اون اکتیویتی مربوط به مرد میشه و این هم باز باعث میشه که زن این بادی خودش رو بیشتر براش مهمتر بشه. ببخشید. ممنون. اینترنت قطع شد. در واقع الان که همه خانم‌ها اینجا جمع هستن و ما هر کدوم ممکنه با مراجعان میتونید در ارتباط باشید، به لحاظ بادی ما و این ظرافتی که یک زن دارش در دنیای سیکشوال چقدر ببخشید نمیره ها همچنین کلو عقب نمیره. ببخشید بله بله حتما اشکال نداره. پس انتها من بله بعد از سخنرانی آخر برنامه پرسش حدودا یکی اینطور هم میشه، یه ساعت ما من در خدمتتونم. پس اگر یعنی الان اجازه دارم بگم یا بذارم انتها بگم؟ اگر اشکال نداره من کوتاه عرض کنم ادامه میدم دیگه. بله نگاه کنید، قطعا این بادی ایمیج مهمه که ولی ما تمام تلاشمون اینه که اصلا تو فردی که میاد و سکشوال دیزایرش کمه ابتدا سعی کنیم که این حس خوب رو راجع به بدنش بکنه. تمام تلاشمون اینه، یعنی این نیست که اصلا اهمیت ندیم، ولی اون مقایسه‌ای که در واقع مقایسه نادرستیه اون اتفاق نیفته.
ما تلاشمون اینه. مگر کوتاه بخوام بگم اینه، ولی تموم میکنم تا انشالله طبق برنامه بشه. و بعد برسیم، بنابراین یه بود مهم بادی ایمیج به سکس برمیگرده. در واقع سکس مهمترین تلاقی بدن و ذهنه و ما اصلا نمیتونیم اینها رو جدا از هم و منفک از هم ببینیم و قابل انتظاره که اون وقت آنچه که به طور معمول مثلا مدیا نشون میده برای یک زنی که جذاب جنسی هست، ممکنه که قابل انتظار و دستیابی برای بسیاری از زنها نباشه و فرم در واقع بسیار شدید اون رو خب تو پورنوگرافی ها میشه دید. هرچند سوای پورنوگرافی ها هم معمولاً تو فیلم های معمول هم رابطه‌ای که برقرار میشه معمولاً فردی که وجود داره، آبژه جنسی اصلی هست، نقش اوله یه زن زیبا و خوش‌اندامه و ناخواسته این مقایسه صورت میگیره و این مقایسه ممکنه اثر منفی بگذاره روی فرد و روی فانکشنش نهایتاً تأثیر بذاره روی فانکشن جنسیش و به این علت ما در ارتباط با بادی ایمیج به طور مشخص‌تر سوای اون بادی ایمیج کلی یه در واقع ساب تایپی از اون رو به اسم جنیتال ایمیج داریم که در واقع افرادی هستند که روی تمرکزشون اون وقت روی خود ناحیه ژنیتالشونه، یعنی اینکه به اون ویژگی هایی که زنانه هست، حالا برستش باشه، ناحیه ژنیتالش باشه، اون چقدر میتونه اترکتیو باشه و قابل انتظاره که اون وقت نارضایتی به دلیل اون مقایسه ممکنه پیش بیاد و اینها وقت به دنبال روش‌هایی برای ترمیم اون باشن و یکی از اون روش‌ها کاسمتیک جنیتال سرجریه و اما به طور مشخص چون بادی ایمیج ربط پیدا میکنه به رابطه جنسی، به طور مشخص راجع به این فیلد اگر بخوایم بگیم، سوای اون دلایلی که برای بادی دیساتیسفکشن به طور کلی گفته شد در رابطه با در واقع رابطه سکشوال به نظر میرسه علاوه بر اون عوامل کلی از جمله اینکه فرد مثلا نمیدونم خودش تحت تاثیر مدیا باشه، بیماری سایکاتریک داشته باشه و غیره، به جز اینها عوامل مربوط به همسرش هم اینجا دخیله. اینکه حتی همسر در واقع شوهر همسرش رو داره با چه معیاری مقایسه میکنه، آیا داره همسرش رو با یه پورنستار مقایسه میکنه یا نه. و البته این اتفاق گاهی اوقات بای پراکسی میفته، یعنی در واقع یه مردیه که حالا فرقی نداره من تو مثالم رو میگم وگرنه میتونه هر جنسیتی داشته باشه، یه مردیه که خودش رو داره مقایسه میکنه با یه پورنستار و خودش رو اینادکویت میدونه در این رابطه، ولی این رو پروژکت میکنه رو همسرش و بای پراکسی این حس رو به او میده که اگر من دیزایرم کم هست، مشکل از اینه که شما اون کیفیت کامل رو ندارید و این قابل انتظاره که توی زوجی که مریتال کانفلیکت هم دارن یا مشکلات دیگه مثل اکسترا مریتال ریلیشنشیپ و غیره هست، تشدید به طور مضاعف بیشتر میشه. بنابراین ما به طور خاص‌تر بادی ایمیج و بادی ساتیسفکشن رو توی مشکلات جنسی باید بهش اهمیت بدیم و حتما هر دو سوی رابطه و هر دو همسر رو در این رابطه ارزیابی کنیم. حالا در این رابطه من اشاره کنم که ما یه تحقیق چند سال پیش داشتیم، در واقع سوال تحقیق ما همین بود که چقدر اولا خب به طور مشخص در سالهای اخیر
کاسمتیک جنیتال سرجری زیاد شده و نه صرفا سرجریش، مداخلاتی که حالا برای زیبایی ناحیه ژنیتال یا برست صورت میگیره. سوال ما، اون چیزی که فرضمون بود این بود که سبای اون زن شوهرش هم دخیله که این در واقع درخواست داده میشه. در این رابطه با چند سال قبل مطالعه انجام دادیم، یه مطالعه کیفی بود، زنایی که برای کاسمتیک جنیتال سرجری می اومدن. فرضیه ما پس این بود که می‌خواستیم نقش شوهر رو در بیاریم. البته این رو در آوردیم، ولی یه نکته‌ای که اضافه بر اون در آوردیم که تو مطالعات دیگه کمتر بهش اشاره شده بود، نقش پزشک بود. بسیاری از افرادی که دنبال کاسمتیک جنیتال سرجری اومده بودن، ابتدا برای معاینات روتین یا برای یه شکایت خیلی معمول زنانه به یه پزشک مراجعه کرده بودن و اون پزشک متخصص زنان گفته بود که بیا این کارم براتون انجام بدم که شرایط بهتر بشه. بنابراین به نظر میاد که در واقع اولا تو کشور ما معمولاً پزشک نقش اتوریته رو داره، مراجع خیلی حرف پزشک رو گوش میده. پزشک، حالا منظورم تو این مورد خاصه، وگرنه درمانگر به طور کلی با هر رشته‌ای که هست، مورد خاص رو مربوط به دکتر زنان میشد، عرضم رو به این صورت میگم، و بنابراین حرف او براش خیلی تاثیرگذاره. و نکته مهم دیگه نقش در واقع تجاری سازیه. قابل انتظاره که یه عمل جراحی کوچیک وقتی یه مبلغ بالایی در واقع همراهش باشه، این در واقع خب تشویق میکنه اون پزشک رو که این کار رو انجام بده. هرچند که مدیا هم یا حتی صنعت پورن هم و حتی نوع تغذیه‌ای که گفته میشه، اینها همه پشتش این مسائل تجاری نهفته است. در واقع وقتی افراد اینقدر ناراضی‌اند از بدن خودشون، نوع لباسی که انتخاب میکنن، نوع غذایی که میخورن، نوع جراحی که دنبالشن، لیزر یا هر چیز دیگه، مداخلات پوستی که میکنن، اینها سودآوره و سودآوری‌های کلان برای گروه‌های مختلف داره و قابل انتظاره که اون وقت اینها روز به روز توسعه پیدا کنه. در مقابل این اتفاقات اون وقت حرکاتی یا موومنت هایی به راه افتاده برای به اسم بادی پازیتیو موومنت ها. بادی پازیتیو موومنت ها چی میگن؟ بادی پازیتیو موومنت ها در واقع اینطور هست که میگن ما میدونیم که مدیا خیلی نقش داره تو اینکه افراد بادی دیساتیسفکشن داشته باشن. پس بیایید دید انتقادی داشته باشیم به این قضیه و در کنارش در واقع این رو بتونیم تبلیغ کنیم که افراد اپریشییت کنن بدن خودشون رو و رو فانکشنالیتیش بیشتر در واقع فوکوس بذارن. در واقع بادی پازیتیو موومنت ها این نگرش رو دارن که پذیرش غیر مشروط بدن و اینکه بیوتی نورم ها خیلی متفاوته و همونها رو میشه پذیرفت و احساس سلف کامپشن داشتن رو این اضافه میکنه، سلف کایندنس رو اضافه میکنه و اینکه فرد خودش رو به عنوان یه ابژه ببینه، این رو میشه کمترش کرد. و همطور که عرض کردم تاکید رو بادی فانکشنالیتی. گفته میشه که بادی پازیتیو موومنت ها علیرغم تلاش هاشون و اینکه تونستن تا یه حدی تاثیرگذار باشن روی این موارد، ولی کاهش اون اثرات منفی کم بوده و علتش رو این میدونن که انقدر ریشه داره این قضیه بادی ایمیج، اینکه من چی فکر کنم راجع به بدنم
تو عوامل عمیق فرهنگی که لزوماً این در واقع این پیام ها شاید نتونه به این راحتی اونها رو تغییر بده. در فرم‌های شدید خب قابل انتظاره که تکنیک‌های مختلف درمانی برای بهبود بادی ایمیج توصیه میشه، از سایکو ایژوکیشن، CBT و مدل‌های مختلف. اون موردی که مهم هست اینه که تو مشکلات جنسی توجه به رابطه زوجی و تکنیک‌های سکس تراپی توصیه میشه. اصلا به عنوان در واقع یک توصیه گفته میشه اگر زنی میاد دنبال مثلا بادی جنتال سرجری هست یا کاسمتیک سرجری، باید ارزیابی به جهت روانشناختی انجام بشه و اگر روش‌های دیگه روش اثر نداشت اون وقت در واقع سرجری انجام بشه که البته خب این به ندرت این اتفاق میفته. و از روش‌های یکی از روش‌هایی که خیلی کاربرد داره مایندفولنس هست، چون تو مایندفولنس فرد میپذیره خودشو، اون دید جاجمنتالش کم میشه. ما تمام تلاشمون در رابطه با بادی ایمیج حذفش نیست، چون مهمه، جزئی از وجود هر فردیه، ولی پذیرشش هست همون گونه که در واقع وجود داره بدون قضاوت کردن. و اما به عنوان نکته آخر اون چیزی که ما میبینیم اینه که در واقع بادی دیسساتیسفکشن داره زیاد میشه، به ویژه توی زنها، و عواقبی به همراه داره. حالا عواقب شدیدش رو به ویژه ما تو فیلد روان میبینیم، مثلا مراجعی که رینوپلاستی کرده، ناراضی بوده، با توجه به شخصیت فراجایلش الان سویسایدال هم شده. بنابراین ما باید کاری انجام بدیم که این رشدش لااقل کمتر بشه و تمام تمرکز اینه که افراد یاد بگیرن اپریشییت کنن بدنشون رو به خاطر اون کاری که انجام میدن، نه به خاطر صرفاً به خاطر اینکه چطور به نظر میرسن، و بتونن اینطوری روابط شادتر و سالمتری داشته باشن. خیلی ممنون از توجهتون. ممنون. مرسی.